خیلیتون میشناسینش. هیتمن بلودمان یه بازی بسیار جذاب که تازگی پورت اندرویدش اومده. گرافیک خیلی جذابی داره و میتونید ساعت ها با این گیم سرگرم بشید. نقاط قوتی که داره این گیم: گرافیک بالا، گیم پلی جذاب، همون نسخه کنسولی PS2 و همون نسخه PC. این بازی پورت اندرویده و کاملا روون، همون که گوشی من A12 است و پردازش زیاد قوی نداره، با گرافیک عالی و روون اجرا شد. اول اینکه روی استارت گیم میزنید اینجا که من قبلا مراحلش رفتم. وارد بازی که میشین یک اسم ازتون میخواد که انتخاب کنید، یه پروفایل براتون بسازه. بعد اینکه اسم انتخاب کردید میتونید برید بازی کنید و عشق کنید با این بازی. خیلی گیم پلی عالی داره. بریم با هم گیم پلیشو ببینیم. ریکانکت میزنیم. چون من قبلا این گیم رو بازی کردم، چند تا از مراحلش رفتم، برای من الان مراحلش هست. شما میتونید بازی کنید و مراحلش رو باز کنید. آیتمای جذاب داره، میتونید هم مرحله میرین تفنگ با خودتون هم کنید، تفنگ‌های متنوع. یک بازی عالی، روون، بدون افت FPS که الان میبینید FPS افت کرد. بهترین بازی مخفی کاری برای گوشی اندروید است که ساعت ها میتونید باش سرگرم بشید. لباسمون با این لباس این داش ما عوض کردیم. همه شک کردن ولی خب اما شکشون خوابید. این داشمون هم کس خوشت. اصلا عوض کنیم. خداحافظی کن با زندگی. دقیقا نگاه کنید، وقتی روی این کلیک میکنید، این نگه میدارید، میاد بخش اسلحه‌هاتون رو میتونید اسلحه انتخاب کنید. الان دنبال مفتوح. خلاص که باید با مخفی کاری وارد این ساختمان بشید و آدمایی که داخلش هستن رو بکشید. خیلی هم بازی عالی است. حجمش هم دوربر 4.5 گیگ است، ولی برای این گرافیک عالی حجم زیاد بالایی هم نیست. حالا مراحل متنوع مثل نسخه PC. کجا با این عجله؟ واسه تخم سگ. سیکتیر کن. تفنگ تمام شد بلش ساقه کولت. بکش. ممنون میشم چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا وقتی ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید. همه این بازیه که اول داخل چنل یوتیوب معرفی میکنم یا گیم پلیش رو میذارم، قبلا گوشی خودم تست شده و کاملا روون اجرا شده و بدون هیچ مشکلی. نه مرضم چی، میخوام اینا رو بکشم همشون. مثل اینکه کار تمومه. راه خروجی کو؟
در ضمن میتونید آدمایی که کشتین رو داخل جعبه یا باکس که حالا نمیدونم کجاست این باکس ها قایم کنید. به هر حال مثلا بازی مخفی کاری دیگه، نباید کسی بفهمه شما این همه آدم کشتید که الان من رعایت نکرد. گیم پلی بسیار جذابی داره با گرافیک خیلی بالایی. تو این چند روز اخیر نما کنید اینجا داخل سطل آشغالی میتونید آدمایی که کشتین رو بندازین اینجا کسی نفهم. تو این چند روز اخیر خیلی زیاد از بازی های پی سی، حالا زیادم نه، کسخل داره چیکار میکنه؟ کسخل شده داشت. من نگران سلامتیتم برو. وارد این تیمارستان میشیم. میدونم باید اینجا چیکار کنیم. یک شلیک به در کنیم شاید باز شه. I should have known. Sedating me. Psychotropics. مثلا اینکه رسیدیم به این یارو. Figures. They'd send you to clean up my mess. This is the guy. Here. I'm getting you out of here. They'll never let me out alive. I know. اینو نمیاده آن یارو. مثل اینکه قرار نیست بیاد و برگردیم. احتمالاً بریم بیرون. از همین را میریم بیرون. اگه بازون در باز نشه من بیست باید خودم رو چیکار کنیم؟ نه ولکن ما نیستن که ما شک میکنن. باید چیکار کنیم حالا؟ باشه رفت بیرون. خدایا Let's get it good. بریم یکی از اون آدم های کله گنده و چیز کلوفتو بکشیم بعد بتونیم بریم بیرون. بازی کرش کرد، هیچ جای نگرانی نیست. دوباره وارد بازی میشیم تا از ادامه لذت ببریم. نمیخوام ویدیو طولانی بشه. این مرحله تموم شد، دیگه رو قطع میکنم. لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنید، یه بیل بیل کن پایین، یه لایک هم هست اونو هم بزنید، کامنت هم بذارید. حمایت خیلی بزرگی از ما میکنید با این کارهایی که گفتم انجام بدید. روی کانکت میذاریم چون ادامه گیم میخوایم که البته بیاد اگر کانکت میزنیم و عملا ریدیم از ادامه
مادر فاکر بیچ اسب. کولت You. I should have known. Sedating me. Psychotropics. The things they've done. Figures. They'd send you to clean up my mess. This is the guy. Here. I'm getting you out of here. They'll never let me out alive. I know. و همین مردی که اینجا رو بکشیم با سرعت میریم سمتش، یک تیر خلاص به مادرش روانه کنیم. کاش بیناموس نشونم بدیدش، چون نیست فکرم اینجا باشه. بله اسلحه رو که داریم میریم ننه شوپا. سیک تیر داداش، از این دنیا سیک که تو بزن. خایمالای دور برش هم میکشیم. حالا اگه عمری باشه و زندگی باشه پا فرار میزنیم از این محوطه دیگه. هیچی نمون دیگه، همه رو کشیم. مرا جمع شد. اوه یک مادرش خایمال پشت سر ما. سیک تا بزن از این دنیا داشت. خایمالاش هم میکشیم آدم، چون گوشم قویه صفحش اینطوری میشه. اینم بکشیم. سیک تیر. ولش گوله نداریم، فقط هم باید فرار کنیم. باز نمیشیم. آقا باز کنده چیکار کنم. نمیدونم حالا باید چیکار کنیم این مرحله رو. همون که ویدیو تا آخر تماشا کردید لطفا کانال رو باید سابسکرایب کنید و اون بیلک رو پایین بزنید، یه لایک هم کنید، کامنت هم بذارید. مرسی و تا ویدیو بعدی بدرود.